امروز 22 март بازی نهایی جام روزنامه خطلان دایر گردید. دسته‌های جوانی شهر بختر، جوانان ناحیه یوون از منطقه بختر و دسته‌های اندراب و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر کولاب از منطقه کولاب به مرحله نهایی مسابقه راه گرفته در این میان با هم سبقت نمودند. در دوره نیمه نهایی دسته جوانی شهر بختر با شکست دادن دسته مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر کولاب و دسته جوانان ناحیه یوون با شکست دادن اندراب شهر کولاب به قسمت نهایی برآمدند. ما طولی 4 روز است که در این ورزشگاه کم‌آزمایی میکنیم و از اقدام روزنامه خطلان خوشحالیم که ما و همسایان ما چنین بازی را تشکیل نمودند. تشکر برای روزنامه خطلان برای تشکیل بازی. برای مقام سیوم مسابقه دسته‌های اندراب و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی با هم رقابت نمودند که بازیگران مکتب ورزشی با حساب 9-8 غلبه نمودند. من در دسته جوانان ناحیه یوون بازی میکنم و طول 4 روز به این ورزشگاه با دسته دیگران بازی میکنیم. ما میخواهیم که جامی خطلان رو به دست آوریم. تشکر بر روزنامه خطلان برای تشکیل چنین بازی. برای مقام اول مسابقه دسته جوانی با تیم جوانان در میدان مسابقه رقابت نمودند. هرچند در قسمت اول بازی حساب مساوی بود، اما در قسمت دوم بازی نورسان شهر بختر با حساب 4-2 به دسته حریف غالبیت به دست آوردند و برنده جام روزنامه خطلان در سال 2023 گردیدند. با همین نورسان شهر بختر صاحب مقام اول، دسته نورسان ناحیه یوون صاحب مقام دوم و دسته نورسان شهر کولاب صاحب مقام سوم گردیدند. در فرجام مسابقه به دسته‌هایی که جایزه افتخاری را صاحب شدند از طرف اداره روزنامه خطلان با جام، دیپلم، مدال و تحفه قدردانی کرده شدند. همچنین به نورسانی که در دوره نهایی مسابقه اشتراک فعال داشتند از طرف مسئولین مسابقه با تحفه سرفراز گردانیده شدند. باید قید نمود که دریافت جام روزنامه خطلان با سهم نشریه رسمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان، روزنامه خطلان در همکاری با فدراسیون فوتبال ولایت خطلان و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت برگزار گردید.